در قسم حربی 07150 بخشیده به 20مین سالگرد روز تأسیس‌یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان چهاره‌بینی ایدانه دایر گردید. در این چهاره‌بینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، کمیسریات حربی، پدر و مادران سربازان، نمایندگان حفظ حقوق اشتراک نموده همه آن سربازان نودعوت را به این صحنه بس و مهم تبریک گفته قید کردند که مطابق طلبات ماده 43 سرقانون جمهوری تاجیکستان حفظ وطن قرض مقدس هر یک شهروند است. تا یک ماه آخر در اساس نقشه و چهاره‌بینی‌های بخش جوانان، ورزش و سیاحی، کمیسریات حربی و شعبه معارف شهر ترسونزاده در مسابقه تعلیمی مسابقه وطن پرور گذرانده شد که نتیجهش در همین جا جنبست گردید. مسابقه مذکور با مقصد در دل جوانان بیدار نمودن حس وطن پرستی و وطن دوستی، تیار نمودن آنها به دفاع وطن تشکیل گردیده است. سربازان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی از روی یک چند شرط مشق‌های سفارایی، دویدن، بندکشی، تورنی کشیدن و تیرپرانی قوازمایی نمودند. مسابقه ورزشی حامی وطن در اینجا برگزار گردید. در این مسابقه خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نیز جلب گردید با مقصد تشویق تبلیغات طرز حیات سالم و جلب کردن جوانان به خدمت صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان حاضر شدند. من مینتداری خود را به راهبریت شهر ترسونزاده و با کمیته جوانان ورزش و سیاحت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رسانیده هستم که به واسطه ما را دستگیری میکنیم و ما میتوانیم در بین چنین جوانان چهاره‌بینی‌های ورزشی برگزار نماییم. فراموش نباید کرد که جمهوری تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلالیت دارای ارتش ملی خود بوده اقتدار مدافعی آن سال تا سال گسترش می‌یابد. از این را از طرف مسئولین گذراندن چنین چهاره‌بینی‌ها در قسم‌های حربی خیلی افزوده است. در آخر به غالبان مسابقه که جایهای یکم، دوم، سوم را اشغال نمودند از طرف نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده تحفه سپرده شد. همچنین به سربازان و افسران بهر خدمت‌های شایانشان اردن مدال، رتبه‌های حربی، افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. ما در این مسابقه ها اشتراک نمودیم، جایهای نمایان را اشغال کردیم و از حیات هر روزه سربازان دیدن کردیم و به تمام جوانان تاجیکستان مراجعت می نماییم که آمده خدمت وطن مادر را ادا نمایند. منتدار هستم از رئیس شهر ترسونزاده و از کمیته جوانان ورزش و سیاحت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که مسابقه های ورزشی در قسم حربی 07150 در بین سربازان و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی گذراندند. ما شرایط زندگانی سربازان را دیدیم و با او خیلی نزدیکتر شناس شدیم و در آینده به وطن خود صادقانه خدمت میکنیم. پدر و مادران سربازان در اینجا از جای خواب و زیست و شرایط قسم حربی دیدن کردند. باید گفت که خدمت در صف قواهای مسلح نه تنها قرض مقدس فرزندی بلکه سرچشمه افتخار و شرف بزرگی هر یک انسان است. ارتش برای هر یک جوانمرد مکتب جسارت و متانت و خودشناسی و میهن پرستی می باشد. در آخر بهر تب بلدوی خاطری افسران و عسکران از طرف شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده برنامه جالب و رنگین نمایش داده شد. همچنین در این روز از طرف کمیسریات حربی شهر ترسونزاده به پدر و مادرانی که از 2 و زیاده فرزندانشان در صف قواهای مسلح ادای خدمت کردند و به سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی تحفه‌های مالی و پولی تقدیم کرده شد.